سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به یه ولاگ دیگه. البته که این ولاگ کم فرق داره از تامنیل و تیتر، احتمالا فهمیدید. من دیگه انقدر دیدم که پیام زیاد شده در این خصوص، گفتم بیام یه ویدیو بگیرم. البته که در قالب این ویدیو میخوایم دانشگاه هم بریم به خاطر چند تا دلیل، ولی بذارید اول بهتون بگم چه سوالایی خیلی زیاد شده. اینکه تو چرا دانشگاه خودت نمیری؟ چرا از دانشگاه خودت ویدیو نمیگیری؟ نکنه به خاطر شهریه ها دیگه نمیخوای بری دانشگاه؟ نکن انصراف دادی؟ نقل و انتقالاتت چی شد؟ اون دانشگاه قومی که میخواستی بری چی شد؟ یه سریام که خیلی لطف داشتن به من و با فوش چرا وقتی شهریه نداشتی دانشگاه آزاد انتخاب کردی؟ و یه سری از کامنت هایی که معلومه مثلا یه ویدیو از من دیدن، 2 تا ویدیو از من دیدن و کنجکاو. در قالب اینکه حاضرشیم بریم دانشگاهم میخواستم جواب سوالا رو بدم. الان یکم صورتم پف کرده ولی در حالت عادی اوکیه. من روتین پوستیم که میگم، روتین پوستیم اینه که یه دونه از این ویتامین آی چشمی با از این آلووراها، از این ژلای آلوورا، این روتین پوستی منه کلا. من حاضر شدم چون که خیلی دیرم شده ویدیو نگرفتم از آرایش کردنم. توی یه ویدیو دیگه که دارم هیچ جایی نمیرم و آرایش میکنم فقط برای اینکه آرایش کرده باشم جلوی دوربین، حتما این کار میکنم، باهاتون صحبت میکنم چون من همیشه خدا وقتی دارم میرم بیرون دیرمه. آقا من دوباره همین مانتو رو پوشیدم، همین مانتو که همینجا میبینید بهیه. کت شلوار زیاد دارم خب، ولی این کت شلوار یعنی این چیزه، این مانتو کتیه خب، اصلا انگاری که خوشگل تر از این، راحت تر از این و کار را بنداز تر از این من پیدا نمی کنم. یعنی هر کدومون که میپوشم میگم خب این رنگش زیادی تو ماچه، این اینجوریه اونجوریه. و اصلا کلا اعتقادم بر اینه وقتی که یک جایی رو مداوم میری باید رفتن به اون مکان رو، یا حالا سر کارته یا باشگاهته یا دانشگاهته، باید آسونش کنی. چجوری؟ یک لباس شیک و موقری داشته باشی که اون رو همیشه بپوشی، یا حالا مثلا 2 تا داشته باشی که به شورش عوضش کنی. من اینو همیشه وقتی که میام خونه میشورمش و خیلی هم جنسش خوبه، نمیدونم خیلی دوستش دارم. فقط شلوارا رو عوض میکنم و کیفا رو. خلاصه که من حاضر شدم، آرایش کردم 5 دقیقه طول کشید، 5 دقیقه. لباسم هم تو آینه بهتون نشون میدم، تیپم و اینا رو. بعد همین دیگه. آهان چیزمون رو جمع کنیم، پکمون رو، توت پکمون رو. خب این توت پکمه، خیلی بزرگه. اینو با آدم محبوب زندگیم گرفتم، برای همون همیشه اینو که میندازم احساس میکنم پیشمه. خب چرا میندازیم توش؟ چیز زیاد نمیندازیم توش حقیقتا. یه شارژر برمیداریم، شاید رفتیم کتابخونه. پروشیر قهوه که توش قهوه اضافه کردیم. کیف پول که توش از این بیلبیلکای مترو هست، چون امروز قراره با مترو بریم دانشگاه. من دانشگاه تا حالا پیاده نرفتم خودم تنهایی، همیشه یا با ماشین رفتم یا با موتور داداشم رفتم. الان نمیدونم که باید چه جوری برم و کدوم مسیر بهتره. خب اینم عینکمه. چرا عینک؟ چون من چشام نمیبینه. آقا من با این عینکم اوکی‌ام، فکر کنم این بهتر از اینه. حالا فعلا اینو میذاریم چون اینو بس کردم خیلی زیاده. راستی شلوارم نشونتون ندادم. الان یه دیگه این شلوار بهش نمیاد، شاید نیاد، ولی شلوار دیگه نداشتم. داشتم میگفتم آبجیم کلید نداره و من نمیدونم باید چیکار کنم الان، ولی به هر حال من دارم میرم، خیلی دیرم شده. بچه‌ها ببینید بنده خدا چه بلایی سرش اومده. آقا هوا انقدر سرده که من بینیم داره یخ میزنه. ما باید از اینجا خودمون رو برسونیم به شریعتی. حالا چجوری میریم بهتون نشون میدم. بچه‌ها این اتوبوس ها رو ببینید، اتوبوس ها برنامه دازم بهشون میگم شریعتی میرن، شریعتی میرن. بعد میگه
اینا سرویس های بیمارستان سوارشون بشی باید با ایشون بری خونهشون. یعنی تهران چیشو نمیدونم. پاییز علاوه بر اینکه خیلی زیباست خیلی هم مسخره است. 2 دقیقه پیش داشتم از سرما یخ میزدم، الان دارم از گرما میپرم. خودشون داده به مریض. خب من با مترو سوار شدم برم صدر. ترافیکو همیشه اینقدر ترافیکه؟ باشه مرسی. آقا من دارم بهترین روش رو برای رفتن به دانشگاه پیدا میکنم، چون میگم وای اینجا رو بخره یه بار کارت دانشجویی به درد خورد. احساس میکنم تو زندگیم فقط به یه دونه شیشه شیر نیدار نیاز دارم. آقا مترو تجریش خیلی خیلی بالاه. خب بعد برای اینکه بخوای بری پایین تو مترو سوار شی باید بهتون بگم الان چقدر. اینو بری، اینو بری، اینو بری، حالا تا اینجا اینو بری، کرده تموم شده. خیر بالاخره نشستم. خب آقا گفتن قلحک پیاده شید. رسیدیم. بچه ها چقدر مسیرش راحت بود. از این قلحک از ایستگاه مترو که پیاده میشی این میشه کوچه زرگنده. البته اینجا نه ها این که میری ته اینجا بس میشه به دانشگاهمون. چه عجیب. خب بیاید چند تا سوالتون رو جواب بدم که چرا دانشگاه نمیری، انصراف دادی یا این حرفا. نه بچه ها من همه جان گفتم، ولی چون بعضیا یکم کم لطفی میکنن، بعضی از ویدیوها رو میبینن بعضیشون نمیبینن، ندیدن که من 1000 بار گفتم من ترم بهمنم و یا اواخر بهمنه یا اوایل اسفند ما ترم بهمنی ها میریم دانشگاه. اوه چقدر شلوغه اینجا. و اینکه خب هنوز چرا یه ده کثیری از بچه ها دارن میرن. بچه ها نگاه کنید، بچه های دبیرستانی هن احتمالا خیلی زیاده. من اینجا رو دیده بودم همیشه ولی نمیدونستم دقیقا کجاست. الان ما کدوم طرف برم؟ خب من باید اینو برم بالا، مستقیم بالا، حالا که دارم اینو میرم بذارید اینو بهتون نشون بدم در مسیرمون چی داریم. رود داریم. خب داشتم میگفتم آقا من ترم بهمنم و از این قضیه خوشحالم، خیلی خوشحالم. چرا؟ به چند دلیل. دلیل مهمش اینه که بچه ها وقتی دانشگاه قبول میشن خیلی سردرگم میشن، خودشون گم میکنن. مخصوصا مایی که یهو شوکه شدیم با بچه دانشگاه آزاد که شهریه قبل از اینکه اعلام بکنن انقدر زیاد شد و خب من دنبال یه سری کارها دویدم برای اینکه بتونم حداقل یک بخش بزرگی از شهریه دانشگاهمون بدن. بعد اعتراضات شد، اعتراضات به یک نتایجی رسید ولی نتایج هنوزم قطعی نیست و اینکه من میخوام پیشخوانی کنم یک سری از دروس رو، چون چند تا از دوستام این پله رو ببینید، این پله رو ببینید خیلی خوشگله. این پله رو من همیشه تو عکس‌ها دیده بودم پس نگو اینجاست. ببینید دانشگاهمون کجاست. عجب ویوی، عجب ویوی. بذارید برم پل معروفش وایسن. آقا این شلوار ما برای ما گشاد شده هی میفته. وای چه خوشگله، چه خوشگله. اینکه
این دانشگاه این مسیر خیلی خوشگله. من توی راه داشتم پادکست گوش میدادم، بعد دیگه حالا دارم برای شما ویدیو میگیرم، پادکست ها رو قطع کردم. بچه‌ها من این پادکست ها رو توی چنل پروگرس میذارم. پروگرس اگه بتونم درست تلفظش بکنم. توی چنل تلگرام بیاید عضو باشید. سلام خانوما، سلام خانوما، خوشی خانوما. بچه اینجا امامزاده اسماعیله. اینجا ببینید چی داره، بازار داره، پارکن داره. خب من رسیدم. از این من اومدم کتاب بخرم. خب کتاب ها اینجا نگاه کنید. سلام. فیزیولوژی پال گایتو. آخ جون. کاغذ دارید دوتا بدید؟ نداری؟ این غریبه ها. نداره. کجا میشه؟ Parking? You have to go to the parking. Go? Yes. Go university? Look, in this way, you go and turn left. No, right. Okay, bye. از بچگی دوست داشتم یه خارجی بیاد دادم سوال بپرسم. آقا همه چیز داره. این چند؟ اینم باشه؟ این چند؟ یکیشو ببرم. این اگه میبری بازم نمیبری. هماش بود. یه سوال. بعد بچه ها اینو ترجیح میدن. آناتومی گری و جلد یکیشو. آره. بعدی هم جلد یکیشو برمیدارم. این 380. الان دارید ماست کم هم میکنید 385. 310 براش زدم. خب الان کتابا رو گرفتم. برنامه آب هم نمیاد بالا. بعد مامانم هم توی بیمارستانه، داییم تصادف کرده، بعد توی بیمارستانه. و یه چیز دیگه این که من کارتامو که گم کردم الان دیگه واقعا نمیدونم باید چیکار کنم. الان کتابا رو گرفتم، کتابا خوب شد قیمتش. حالا بهتون نشون میدم چه کتابایی گرفتم درست حسابی و با قیمتش بهتون بگم چقدر شد. اینترنت هم تموم شده بود، برای همون آب کار نمی‌کرد. عجب گیری افتادیم. هر دم از این باغ بری میرسد. خب من موفق شدم کتابا رو بگیرم، بریم با هم دیگه ببینیم که چیا گرفتم. و اینکه شلوارم ببینید. شلوارم ببینید روی زمین همینجوری در حال غلطیدن. شلوارم آقا دانشگاه اونقدرم کوچیک نیست ها، چیز داره، کلی ساختمون داره. و ساختموناش هم یه ساختمونه دیگه، در حد یه ساختمون هست. بذارید من اینجا بشینم که منو مسخره نکنن، بگن این چوستر اومده کتاب بخره. خب الان فکر کنم اینجا اوکی باشه. خب یه دونه بیوشیمی مولکول سلول دکتر رضا محمدی رو گرفتم. میگن که باید اینو بگیرید کلن و قیمتش بچه عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهرانه، دانشگاه آزاد، آقای دکتر رضا محمدی. و فکر کنم اوکی باشه دیگه. تو دانشگاه ما که ایشونو باید بخونیم. قیمت 620,000 تومانه که 30% تخفیف داره هر کدوم اینا. خب بذار بقیه کتابا رو بردارم. خب جنین شناسی لانگبن چاپ 2023 پروفسور توماس و سادلر.
این هم قیمتش هست 150 تومن که این هم 30% تخفیف داره. فیزیولوژی پزشکی گایتون هال که چاپ 2021شه. جلد اولشو گرفتم همه رو. گفتم بذار جلد اولشو بگیرم ببینم چطور پیش میره. میخواستم جلد دومش هم بگیرم، گفتم دیگه خیلی گرون میشه. بعد اینکه بذارم سر جاش. وای چیزم افتاد پایین. خب بذارید بقیه کتابا هم نشونتون بدم. این چیه؟ فیزیولوژی ها. اینو بذارم سر جاش. خریدن اینا مهم نیست، مهم خوندنشونه دیگه. ما از کنکور میدونیم این قضیه رو. و بافت‌شناسی جان کوئرا آخرین چاپش 2024 و آناتومی گره 2024 اونم آخرین جلدشه. 3 جلدی بود. 3 جلدش در میاد 800,000 تومان با تخفیف. یا خدا چقدر سخت من برم درس بخونم. یه موضوع دیگه که من می‌خوادش اومدم دانشگاه یه پیامی بود که صبح دریافت کردم و خیلی مسخره است دیگه. این پیام واسه همه کسایی که شماره‌شو دارن احتمالاً رفته. منم ببینم دانشگاه چه خبره. ولی به صورت کلی کسی خیلی زایست من اینجا دارن دور. بچه باید عادت کنن کم کم. برم در مورد امتحان زبان بپرسم که حوزه‌اش که ما 28م امتحان تعیین سطح زبان داریم. میخوام برم یه سری چیزا ازشون بپرسم که حوزه‌مون کجاست. بعد از چه منابعی میان. بعد بپرسم جریان این SMS چیه. ما ترم بهمنی و همین دیگه. بریم این سوالا رو بپرسیم و برگردیم. اسنپ زدم الان 150,000 تومان. واقعا نمیصرفه ولی سنگینه مسائلا. نه چیکار کنم. کتابام گذاشتم تو کتاب خونه برم چند تا سوال بپرسم از اون بشه. خیلی سنگینه. خب اینجا جایی که شهریه رو باید پرداخت کنی. امور مالی رفتن ساعت 3 میرن. اینم شانس ماه. آقا نباید بیخیال بشم دیگه. من برم آموزش ازشون بپرسم یه سری چیزا رو. نیستن چی هست نیست. بچه ها این کسایی که اینجا هستن توی دانشگاه کلا کسایی که کار اداری انجام میدن سرشون رو بالا نمیارن با آدم حرف بزنن. مهم چه شده؟ گفتن که بهمن ماهه. بعد اون SMS هم که اومده برای همه رندوم رفته. برای هر کسی که دانشجوه رندوم رفته و من میدونستم یه همچین چیزی. من خاطر کتاب خریدن اومده بودم. خب الان کتابامو برم از کتاب خونه بردارم. دارم گوشتنگی میبینم از صبح چی نخورم. اینجا ویدیو قشنگی داره نگاه کنید. کلاس ها رو دیدم حقیقتا اونقدر که فکر میکردم بد نبود. یعنی کلاس های بزرگی داره. حالا درسته یکم قدیمیه ولی اونقدر بد نیست که تو ذهن من بود. کلا دانشگاه الان که خلوت خوبه. خب شب شد. اسم گرفتم دارم میرم خونه. ادامه درس خوندنم و خونه. آی دستم درد میکنه. بچه باور کنید اگه کتاب زیاد همراه هم نبود اسنپ نمیگرفتم.
یعنی بگم نصف بیشتر این شلوار رو زمین بود، من دروغ نگفتم. برای دانشگاه به هیچ عنوان از این سوسول بازی ها نبرید. درسته که خیلی دوستش دارم، ولی اصلا از این چرت و پرتی ها نبرید و فقط کوله ببرید. و شلوار خیلی مهمه. شلوار من گشاد شده برای من، نمیدونستم اینقدر گشاد شده. و اینکه یه لحظه فقط به شلوار منو ببینید. هر راه میرفتم این شکلی، راه که میرفتم مجبورم شلوارم این شکلی بکشم بالا. سلام. What the fuck؟ من توی کتابخونه یکم درس خوندم، ولی از اونجایی که از صبح چی نخوردم داشتم از گشنگی میمردم. و الان یه چیزی بخوریم، بعدش ورزش کنیم، بعدش بشینیم درس بخونیم. درس اصلا نمیدونیم باید چی بخونیم، ولی نه، من الان تمام جزوات بچه‌هایی که الان ترم مهر بودن رو دارم و وایس استادها رو هم دارم. میخوام ببینم که کلا چجوریه. تازه امروز میخوام شروع کنم دیگه، خیلی دیر شده. تازه بچه‌های بچه‌های ترم مهری که دوستان میگن که خیلی شروع کن بخون که وقتی وارد میشی خیلی از مواعظ برات گنگ نباشه. و همین دیگه. بذارید غذامو بهتون نشون بدم. من تو تهران از موهبتی به نام مادر، یعنی ما تو تهران، من و آبجون و داداشم بی بهره ایم و مامانم تهران نیست، کرجه. و یکم حس مثلا چیزی داره دیگه، میای خونه میبینی مامانت نیست، اون گرمای حضورش رو احساس نمی کنی. و یه جورایی الان واقعا زندگی مستقلیه دیگه، چون با خانواده مثلا اونجوری نیست. خواهر برادرم که خیلی درگیر کاراشونن. من دیشب غذا درست کردم، برنج کته بدون هیچ روغنی و مرغی که هیچی بهش زده نشده و فقط گذاشتمش توی این هواپزه که بپزه. دوباره روتین پوستی که نیست. هر بار بعد از اینکه صورتمو با صابون شستم از این استفاده میکنم. خیش اینکه صورتمو شستم احساس خیلی خوب داره. احساس میکنم پر آلودگی بود صورتم. مرسی که تا اینجای ویدیو دیدید. من دیگه میرم بخوابم، خیلی دیر وقته و